پله‌ای که طبق تصویر اگه دقت بکنید پله‌ای که به حالت گرد میاد بالا. یک پله داریم که سنتر اسپیرال رو داریم که در واقع به حالت شعاعی به حالت هلالی میاد. یک سری پله‌های ال شیپ برای بیشتر قسمت‌هایی که خونه‌هایی که دوپلکسه و یه تمپلیت آماده است، هم به شکل ال هم به شکل یو قابل نمایش هستش و یک سری توی یک اسکچ رو داریم که در واقع ما پله رو خودمون اسکچ می‌کنیم و شروع به ترسیمش می‌کنیم. موضوعی که خیلی برامون مهم هستش اینه که باز طبق قانونی که روی دیوارها بهتون درس دادم، لوکیشن لاین خیلی مهمه، آفستی که می‌کنیم خیلی مهمه، اکچوال ران دیستنس که عرض پله‌مون خیلی مهمه و اتوماتیک لندینگ هم که تیکش بر روشن باشه باز هم حائز اهمیت هستش. من اگر چنانچه شروع بکنم با اولین پله‌ای که دارم، این پله رو به صورت مستقیم میکشم. اگر دقت بکنید دیفالتی که خود ریویت داره بهتون میگه که من 22 تا پله رو به صورت مستقیم برای شما میارم. هر چقدر که من این پله رو میکشم دقت بکنید تعداد بیشتری رو بهمون نشون نمیده. من 22 تا پله رو اینجا میکشم و تیک رو میزنم. اگر تیک رو بزنم بهتون گفتم یک جای پله هست که به صورت خط ندید دیده میشه از یک جایی